عرض میکنم همونطور که مشاهده میکنین بنده الان دقیقاً جایی هستم که بالگرد حامل آقای رئیس جمهور و همراهانشون در اینجا دچار سانحه شده. همونطور که میدونین دیروز بعد از افتتاح سد قزقلسی که داشتن میومدن تبریز در همین منطقه در جنگل‌های ارسباران به خاطر اینکه هوا مه‌آلود بوده بارش و باران داشتیم اینجا دچار سانحه شده و هم اینجایی که مشاهده میکنید پیکرهای هواپیما اینجا هستن. از دیروز عملیات امداد و نجات از وقتی که این حادثه اتفاق افتاده انجام شده. نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش همه دست به دست هم دادن و مردم این منطقه رو عرض کنم که شبانه روز نخوابیدن، در کنار این نیروها بودن. نیروهای هلال احمر رو بگم، نیروهای محیط زیست رو بگم که دست به دست هم دادن، موتورسواران رو بگم که اینجا حضور پیدا کردن. عرضم به حضورتون آفرود سواران رو داشتیم که در حال جستجوی پیکرهای این عزیزان بودن. پیکرها منتقل شده و دارن میرن تبریز که تبریز تشریح بشه. باتری رادیو اگه گرم باشه یعنی که همه جون داره. اون سمت راست بالا عوض کن. نداره، سرده، بدن سرده. حرارت نداره؟ نه هیچ کدوم حرارت نداره. نه سوخته متی. ببین این ملخ اینجاست، کابین سوخته کامل. کابین سوخته. اونم دومش. اونی که آره. الو آقا شeye yollayıp bak Abbas'a yolladı muhtesatı. Abbas ki yanınıza vardı ona yolladı. نه این دقیق مختصاتونه. بایست.